رفقا سلام، خیلی مخلصیم، خوش اومدیم به چنل کاتگران. توی این ویدیو میخوایم بریم با هم دو تا افکت ماشینی خیلی جذاب یاد بگیریم. البته توی این ویدیو قسمت اول ویدیو رو میسازیمش همینجور که الان دارین توی تصویر میبینید، با هم پیش میریم و این جلوه رو خیلی خفن میسازیم. توی ویدیو بعدی یعنی پارت دوم همین آموزش میریم سراغ فوتیج بعدی که اون حرکت رو روی این تایر میزنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ نرم افزار. دوبار کلیک میکنیم روی لایه که بره توی پنجره لیر. روتو براش رو برمیداریم و عملیات روتوسکوپی رو روی آبجکت انجام میدیم. برای این تکنیک باید روتو تمیزی داشته باشیم که اون جلوه‌ای که میخوایم در بیاد. خب بعد از اینکه سلکتمون تموم شد میایم توی این قسمت و گزینه فریز رو میزنیم تا عملیات روتوسکوپی رو برای ما انجام بده. صبر میکنیم 70 فرمش تموم بشه و هر جایی هم که مشکل بود میتونیم استاپ رو بزنیم و درستش بکنیم. راه منطقیش اینه که قبلش توی پنجره پریویو یه پریویو ازش بگیریم و بعد روتوسکوپی انجام بدیم، ولی چون سوژه ما کنتراستش نسبت به بک‌گراند اوکیه نیاز به این کار نیست و یه روتو تقریبا تمیزی به ما میده که اوکیه. خب میایم توی این قسمت و یه داپلیکیت از لایه میگیریم. لایه پایینیه رو روتو براشش رو حذف میکنیم. خب زوم میکنیم. الان اینجا باید بیایم انکر پوینت لایه که روتوسکوپی شده رو بیاریم این قسمت ماشین قرار بدیم که وقتی روتیشن میخوایم بدیم اوکی باشه. اینجا انکر پوینتش رو قرار میدیم و به همین صورت. حالا روتیشن رو روی لایه‌مون میزنیم و به روتیشنش کیفره میدیم. یه کیفره میدیم اول تایملاین، 1 ثانیه 2 ثانیه میریم جلو، اما 1 ثانیه فکر کنم کافی باشه. میایم اینجا و یه روتیشن به طور مثال مثبت 18 مثبت 21 بهش میدیم. جفت کیفر ما رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم روی یه دونش و از قسمت کیفر و سیستم روی حالت ایزی قرارش میدیم. گراف ادیتور رو باز میکنیم و یه گراف اینطوری بهش میدیم. خب حالا فقط کافیه که ازش چند تا داپلیکیت بگیریم. یه داپلیکیت ازش میگیریم، لایه‌ای که داپلیکیت گرفتیم رو لایه پایینیه رو میایم روی کیفر دومی قرار میگیریم و یکم روتیشنش رو کمتر میکنیم. دوباره یه دونه دیگه داپلیکیت میگیریم، لایه پایینیه روتیشن کمتر، داپلیکیت که برسیم به حالت عادی ماشین. خب آره چیز بالی در اون واقعا. داستانی که از اینجا ما میتونیم به همین صورت که فرم ها با هم شروع بشه با هم تموم بشه میتونیم یکم تفاضل بدیم بین کی فرم ها، یعنی کی فرم لایه دوم بیاد به این صورت جلوتر به صورت پلکانی قرارش بدیم و آخریش هم به همین صورت میاریم یکم جلوتر قرارش میدیم. حالا ببینیم چی شد. بهتره، جلوه بهتری گرفت. خب حالا تمامی کی فرم ها رو دوباره برعکس میکنیم که بیاد سر جاش قرار بگیره وقتی تایم فوتیجمون تموم شد. به این صورت کی فرم لایه اول جفت کی فرم ها رو کنترل سی کنترل وی، دوباره کنترل سی کنترل وی، کنترل سی کنترل وی، به همین صورت تمامی لایه ها رو انجام میدیم. خب کی فرم هایی که ازش کپی گرفتیم رو انتخاب میکنیم، کلیک راست توی قسمت کی فرم اسیستنت اینجا ریورسش میکنیم که برگرده به حالت اول. ببینیم چی ساختیم تا الان. میاد و به این صورت برمیگرده. خیلی باحال شد. روی حرکت کی فرم خیلی دقت بکنید و توی گرف بریم و تنظیمات گرفتون رو دستکاری بکنید که نتیجه خیلی مطلوبی بگیرید، چون خیلی سرعتش و گرفش مهمه یه چیز بالی در بیاد. اینجا میایم موشن بلرم براش فعال میکنیم و صبر میکنیم یه رندر بگیره
اوکی. خب به همین صورت حالا باید چیکار بکنیم؟ میایم کل لایه رو انتخاب میکنیم، کنترل شیفت سی میزنیم و روی حالت مووال اتریبیوت به پیری کامپ تبدیلش میکنیم. کنترل کی میزنیم تا کامپوزیشن ستینگ برامون باز بشه و تایم کامپوزیشنمون رو یکم بیشترش میکنیم. مثلا روی 5 ثانیه من قرارش میدم که اون ترانزیشنی که بین دو تا فوتیج هست رو بسازیمش. خب الان روی آخرین فرم از لایه‌مون قرار میگیریم، یه کنترل دی کلیک راست میکنیم، از قسمت تایم فریز فریمش میکنیم. خب فریز فریم انجام شد. حالا اون ترانزیشن رو برای اینکه بسازیم خیلی راحته بچه‌ها، کار سختی نره، حالت تونل مانندی بسازیم که بره توی قسمت تایر. میایم ماسک میکنیم، من لایه رو انتخابش میکنم، پن تول رو برمیدارم و توی خود رینگ تایر رو یه ماسک میکشم. این قسمت اینجا اوکی. به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. حالا یه دونه داپلیکیت از لایه میگیریم و لایه بالایی رو گزینه ام رو روش میزنیم تا ماسک باز بشه و ماسکش رو روی حالت سابترکت قرارش میدیم. اینجا به دو تا لایه تبدیل کردیم. خب لایه‌ای که مربوط خود رینگ هست، میایم انکر پوینتش رو انتخاب میکنیم و انکر پوینتش این قسمت قرار میدیم. این قسمت بیام انکر پوینت رو قرار میدیم. الان باید بیام انکر پوینت لایه بالایی رو اوکی بکنیم و دقیقا بذاریمش وسط تایرمون. خب جفت لایه رو انتخاب میکنیم، مودش رو میذاریم روی حالت 3D، کلیک راست میکنیم نیو و یه کامera میسازیم. اوکی. لایه پایینی رو چشمشو فعلا آف میکنیم، نیازی بهش نداریم، میریم سراغ لایه بالایی. ببینید بچه‌ها اینجا باید یه حالت تونل بسازیم. به چه صورت؟ لایه رو انتخاب میکنید، کنترل دی میزنید. خب روی لایه پایینی پی رو میزنید و پوزیشن زد رو تغییر میدین، میبریم یکم عقب‌تر، میایم اینجا و دقیقاً وسط لایه بالایی قرارش میدیم. دوباره یه دونه داپلیکیت، پوزیشن زد رو میبریم عقب‌تر که یه حالت تونل بنامون ساخته بشه. به همین صورت چندین بار این کار رو انجام میدیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم باید کی فرم بدیم. میایم این قسمت لایه‌ای که مربوط به خود رینگ هست رو چشمش رو روشن میکنیم و به روتیشنش کی فرم میدیم. روتیشن زد رو کی فرم میدیم اول لایه، میایم جلوتر و ببینید به این صورت. خب کیفرمون انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، روی حالت ایز قرارش میدیم، میریم توی گراف ادیتور، گرافش یه همچین گرافی براش در نظر میگیریم. خب ببینید وقتی میاد اینجا وای میسه گراف اوکی خیلی خوب شد. حالا تنها کاری که اینجا بعد انجام داد اینه که اون حالت تونل رو شبیه سازی بکنیم. چطوری باید این کار انجام بدیم؟ میایم یه دونه کلیک راست میکنیم، یه نال آبجکت میسازیم. نال آبجکت رو روی حالت 3D قرارش میدیم. لایه کامera رو پرنتش میکنیم به لایه نال آبجکت. اوکی. میایم اول لایه هامون قرار میگیریم، گزینه پی رو روی نال آبجکت میزنیم، یکی فرم این قسمت، میایم جلوتر و ببینید به این صورت باید زوم رو انجام بدیم توی محور Z و توی بقیه محور هم دقیقا یه کاری بکنیم که از همین وسط رد بشه. پوزیشن Z رو زیادش میکنیم، میاریمش وسط، بازم بیشترش میکنیم به این صورت. حالا ببینیم چی ساختیم. میاد اینجا به همین صورت که داریم توی تصویر میبینید. روتیشن هم حتی میتونیم بهش بدیم. من شیفت آر رو روی لایه نال آبجکت میزنم، به محور Z روتیشن میدم، مثلا به این صورت. ببینید
هم یه حرکت باحالی میشه زد اینجا. حتی میتونیم روتیشن یکم کیفرماشو دستکاری بکنیم. به این صورت دقیقاً خیلی جذاب شد. حالا کیفر ما رو انتخاب میکنیم، کلیک راست مثل همیشه روی حالت ایزیز قرارش میدیم، میریم توی قسمت گراف و یه همچین گرافی براش در نظر میگیریم. تنها چیزی که کم داره این قسمت موشن بلره. تمامی لایه ها رو انتخاب میکنیم و موشن بلرش رو فعال میکنیم. ببینید به این صورت. البته موشن بلر اینجا خیلی زیاده. کنترل کی میزنیم، میریم توی قسمت ادوانس، روی 180 میتونیم کم ترش بکنیم، روی 120 موشن بلر رو قرار میدیم. یکم کیفرم ها رو دورتر هم میتونیم ببریم. ببینید حق داره اینجا سیستم یکم اذیت بشه چون واقعا عملیات سنگینیه. خیلی خوب، واقعا چیز خوبی در اومد. بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. منتظر پارت 2 این ویدیو هم باشین که میریم سراغ فوتیج بعدی و اون حرکت که روی تایر اتفاق میفته رو توی ویدیو بسازیم. لایک و ساب و این داستانو یادتون نره. فعلا خدا نگهدار. یادتون نره خودتون آموزش خوب عادت بدید.